دلبر شریپова هنرمند است. با دوختنی نقش نگار ملی مشغول بوده. از سال 2014 تا اینجا با شرکت اوزارا همکاری دارد. او تنها برای گرفتن محصولات و برای سپردن به اینجا میآید. دلبر شریپова امروز برای سپردن محصولات آماده نموده‌اش آماده است. او در وقت‌های خولگی‌اش با دوختن سوزنی مشغول می شود. تا تیار شدن سوزنی دلبر 20 روز مهنت میکند. پی این هنرش مبلغ خوب به دست میآورد. محصولات آماده نموده دلبر همش دستی بوده. آنها اساساً سوزنی ها، جلد بولش، جزونهای گوناگون، تاقی ها و دیگر چیزهایی که نقش نگار تاجیکی دارند در بر میگیرد. زبان خودم اوکی دیزاینر باشده کارکدوسی هم زنها و چوک تقسیم میکنم رنگ و برش هم رو انتخاب میکنیم سانی هر روز من دیزاین نمودوی ناو میبروریم. اینجا کارگاه جمعیت دارای محصولاتش محدود اوزار می باشد. در اینجا هنرمندان با استحصال محصولات هنرمندی، دستی دوخت و نقش نگاری ملی مشغول هستند. در اوزار زنانی که شوهرانشان در مهاجرت مهنتی قرار دارند، زنان دهات و زنانی که فرزندان خردسال دارند، همچنین خواهشمندان بعد گذشتن آموزش رایگان به کار شروع میکنند. ما با آنها طرز دوخت رایگان میآموزانیم. وقتی کار را یاد میگیرند، به زنان محصولات لازم را میدهیم و آنها در خانهشان تیار میکنند و موافقی حجم کاری انجام دادهشان مزد معاش میگیرند، میگوید موجوده نبی و راهبر شرکت اوزار. طرز دوخت بسمدوزی نام داشته. با گفته موجوده شخصانی که شوق و خواهش آموختن این هنر را دارند در دوام همگی 3 تا 5 روز آن را از خود کرده میتوانند. حالا جمعیت ما با زنهای هنرمند با زنهای خانشی همکاری میکنیم. یعنی ما محصولات استحصال میکنیم که همه محصولات ما دستی‌دزدی میباشند. برای احیا نمودن هنرهای مردمی، برای با کار تامین بودن زنهای خانشین کش به خرج میدیم. شرکت اوزارا در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده مشتریان را از خارج و داخل کشور جلب می‌کند. اوزارا این اولین شرکت در ولایت سوق میباشد که محصولات خود را به طریق آنلاین به راه مانده است. عین زمان این شرکت در ولایت سوق اولین شده آنلاین پلتفرم اوزارا را در شرکت آمریکایی خرید و فروش محصولات طریق اینترنت مغازه به راه مانده است. حالا محصولات شرکت در میدان رقابت است. این پلتفرم برای خریداران خارج امکان بیشتری فرمایش را طریق اینترنت فراهم می‌آورد. در این پلتفرم ما بینیفیتری لایحه International Trade Center می باشیم. این لایحه را دوامی 6 ماه یاد گرفتگی چطور محصولات خود را جابجا نمودن، چطور آیدی این محصولات خود نوشتن، کدام دیزاین را استفاده بردن و می توانند خارجی ها از اینجا محصولات ما را دسترس کنند. اوزار سال 2014 از طرف تشکیلات جمعیتی اساتید ملی زنهای صاحبکاری تاجیکستان تأسیس یافته است. تشکیلات جمعیتی اساتید ملی زنهای صاحبکاری تاجیکستان از سال 1999 جانب چندین لایحه‌ها را عملی می‌گرداند. آنها سال 2010 برای پیدا کردن زنهایی که با دستدوزی مشغولند آموزش گذراندند. اکثر این زنها سن سالی از 50 بالا را داشته، اشیاء خام برای دوام دادن این هنر را ندارند. اینچنین طلبات نیز با آن کم شده است. بعداً 4 نفر زنان گلبهار محکمова، سنور شریپova، نگارا دولتova و تخمینه کریمova در یک جایگی برای احیا نمودن هنرهای مردمی جمعیت دارای محصولات محدودی اوزارا را تأسیس دادند. با شرکت‌های بین‌المللی بازازی وینتج آمستردام همکاری می‌کردیم. با آنها لباس‌های اروپایی با نقش نگاری ملی یعنی تاجیکی خودمان دوخته می‌دادیم. با شرکتی لایماما یعنی با از ایتالیا که آنها با ما جلد بالشتی از متای ابریشم با رنگ طبیعی شده با رسمانی طبیعی رنگ شده با آنها تیار میکردیم، با آنها همکاری میکردیم و حالا هم با برند ایچوز مارو که در تاشکند واقع میباشند که استحصال لباس های با طرز دوختی بسمدوزی با نقش نگاری ملی تاجیکی میدوزیم. با آنها همکاری میکنیم و تا حال با آنها همکاری میکنیم. با برندی ایکات هاوس که در دوشنبه جایگیر است با آنها نیز همکاری میکنیم. موجوده نبیوا نوبت از راهبر شرکت بودن همچنین هنرمند نیز هست و قسمی از سوزنی ها را خودش آماده می نماید. او از این حساب سال روان صاحب 8000 سومانی گرانت رئیس شهر خود جان گردید. وی مبلغ گرانتی برد نمودش را برای وسیله نمودن کارخانه‌اش و زیاد کردن سوی هنرمندان مصرف میکند. عین حال زیاد از 25 نفر زنان خانشین را با جای کاری دائمی تامین می نماید. اساساً زنان در خانه کار میکنند، تنها برای قبول و سپردن محصولات به کارخانه می آیند، میگوید موجوده نبیوا. محصولات ما این نمودی سوزنی ها می باشند، جلد بالشت، جزدان ها و دیگر نمودی محصولات را استحصال میکنیم.
нав бошад, маҳсулотамо ба хориҷи кишвар экспортам низ мешавад. Дар фестивалҳои ҷумҳуриявӣ иштирок мекунем. дирез дар фестивали дуюми ҷаҳонӣ иштирок намуда дар номинатсияи ҳунарманди беҳтарин ҷойи сазоворро ишғол намудем. ҳамасола аз тарафи раиси шаҳри хуҷанд барои дастгирии занони ҳунарманд ба 40 нафар занони соҳибкор ва бонувони ҳунарманди шаҳр маблағҳои гранди супурда мешавад. ҳадаф аз додани грант ба бонувони ҳунарманд ин дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон мебошад. ҳоло барои эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва бо ҷойи кор таъмин намудани занону бонувон ва дастгирии рушди соҳибкорӣ дар кишвар грантҳои президентӣ, гранти раиси вилоят ва гранти раиси шаҳр мавҷуд аст. грант ҳамасола барои занони ҳунарманде дода мешавад ки мехоҳанд ҳунари дастии худро давом диҳанд. من خیلی خرسندم که همین گرانت رئیس شهر با همون زنانی که به همین چیز خیلی نیاز داشتن برای رشد هنرمندیشون، برای آماده نمودن جایهای کاری برای زنانی خانشین یا اینکه به شغل و با دست همونها افتادم و اونها صاحب گرانت رئیس شهر گردیدن. خیلی خرسندم. اساساً اعضای کمیسیا با کدام جهت‌ها اهمیت دادن؟ این یکم با محصولاتی که همین آدم استحصال میکند، همین هنرمند استحصال میکند، با اون صاحب کاری که چند قدر جای کاری تامین کرده میتواند، کدام قشر جامعه رو در بر گرفته است، معیوب، زنهای تنها، یتیم دار یا اینکه شوهرشون در مهاجرت مهنتی میباشند. انا همین اول به نظر گرفته شده، پس از اون با دیگر داوطلبان جدا کردن. موجود نبیه در فستیوال دومی بین‌المللی هنرهای مردمی که در شهر قوقانی ازبکستان برگزار گردید اشتراک نمود. این چهاربینی فرهنگی ماه سپتامبر برگزار گردیده در آن 260 نفر هنرمند از 70 کشور جهان شرکت ورزیدند. ازبکستان در این جشنواره جمعیت دارای محصولات محدودی آذر معرفی نموده در نامیناسیون هنرمندانی که نوی قدیمی هنر را احیا میکنند صاحب جایزه گردید. شرکت آذر امروز امکان دارد تیم هنرمندان را زیاد نماید. زنهایی که اگر باشند که با ما همکاری کردن میخواهند، زنهای خانشین، زنهایی که کودکان معده خردسال دارند و میخواهند در خانه شده مبلغ به دست بیارند، میتوانند به ما مراجعت کنند. ما با آنها وای میکنیم، همکاری میکنیم، طرز دوخت را یاد میدهیم و با آنها همکاری میکنیم. قهرمان گزارش ما دلبر شریپова مادر 3 فرزند است. زیاده از 10 سال میشود که شوهرش در فدراسیون روسیه مهاجر مهنتی است. شوهرش منتظم مبلغ معینی را برای اویلش روانه میکند، اما نوابسته از این دلبر مستقلانه مهنت میکند. این هنری او را شوهرش نیز جانبداری میکند. همین همدیگر فهمید در اویله بود که زن و شوهر در غنی نمودن بودجه اویله خود سهمی برابر دارند. گزارش نصیب جان ابویف، نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.